سلام بدستانی خوبم. مغزت سلامتت؟ الحمدلله. انشاءالله که همیشه خوب و سلامت و قوی باشه. امروز آمدم تا یک قصه زیبا رو برای شما تعریف کنم. سلام دوستانی عزیزم، با ما همراه باشید. نام قصه ما سنگی میدک. روزهای خوب خدا یک سنگ کوچک وسط کوچه افتاده بود. هر کس از کوچه رد می شد لگدی به سنگ می زد و پرتش می کرد یک گوشه دیگر. سنگ کوچک خیلی ناراحت بود. تمام بدنش درد می کرد. هر روز از گوشه به گوشه دیگری می رفت. تکه هایی از بدنش کنده می شد. سنگ میدک اصلا حوصله نداشت. دلش میخواست از سر راه مردم کنار برود و در گوشه پنهان شود تا کسی او را نبیند و به او لگد نزند. یک روز مردی با ماشینی پر از تربوز از راه رسید. ماشین را کنار کوچه گذاشت. در بلنگوی دستیش داد زد: مردم بیایید تربوز شیرین بخرید. تربوز. مردم هم آمدند و تربوزها را خریدند و بردند. مرد گفت: تربوز سرخ و شیرین، بیایید. همه تربوزها را فروخت. فقط یک تربوز کوچک برای خودش باقی ماند. مرد نگاهی برای زمین و زیر پایش انداخت. سنگ کوچک را دید. آن را برداشت و طور کنار تربوز گذاشت که موقع حرکت تربوز غلیده نیفتد. بعد هم با ماشین به سوی رودخانه خارج از شهر رفت. کنار رودخانه ایستاد. سنگ کوچک را برداشت و داخل آب رودخانه انداخت. بعد هم تربوز را قلم کرد و کنار رودخانه نشست و آن را خورد و سوار ماشین شد و حرکت کرد و رفت. سنگ کوچک قصه ما در رودخانه بود. از اینکه دیگر در آن کوچه شلوغ نیست و کسی لگدش نمیزند خوشحال بود و خدا را شکر میکرد. روزها گذشت، تابستان رفت و پاییز و بعد هم زمستان آمد و رفتند. سنگ کوچک زیر آب رودخانه افتاده بود. گاه جریان آب او را کم جابجا میکرد و این جابجایی تنی روی بدنش از بین میرفت. او کم کم به یک سنگ صاف و سلیقی تبدیل شد. یک روز چند تا پسر بچه همراه معلمه‌شان به کنار رودخانه آمدند تا سنگ‌ها را ببینند. آنها می‌خواستند بدانند چرا سنگ‌های زیر رودخانه صاف هستند. یکی از آنها سنگ میدک که قصه ما را دید. آن را برداشت و به خانه برد. و برایش پاش، چیش، بینی و دهن و مو و لباس کشید. سنگ کوچک به شکل یک آدمک شد. پسرک سنگ را که شکل تازه‌ای پیدا کرده بود به مادرش نشان داد. مادر از آن خوشش آمد. یک لنته سرخ به سنگ کوچک بست و آن را اتاق خواب پسرک آویزان کرد. حالا سنگ کوچکی قصه ما روی دیوار اتاق پسرک آویزان است
و دیگر نگران لگد خوردن و پرتاب شدن به میان کوچه نیست. پسری هم که او را کلی عروسک در آورده است هر روز نگاهش میکند و او را خیلی دوست دارد. خدایا شکرت. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار. خدا حافظ.